سروشان خیلی ها تو این بازارا به چش اینوست بهش نگاه میکنن. من میخوام چقدر بر روی اینا متمرکز باشیم یا اصلا چیکار کنیم با چجوری رفتار کنیم با این بازار. کدوم بازارا؟ مثلا بازاری مثل کریپتو و فارکس، بازاری که حالا توش ترید میکنن. خب این وقتی میگم کدوم بازارا، چون بازار مالی کلا خیلی زیاد گسترده است. شما از خرید و فروش فیزیکی طلا با دلار میتونی بگی بازار مالی، خرید و فروش ماشین بازار مالیه و خب مشاور سرمایه‌گذاری یعنی همین. یعنی من بیام به اون مشاوره بدم به یک اینوستور، بگم آقا چی بخر چی نخر، چی الان وقتشه، اینو بفروش اونو بخر، بتونم کل بازار رو رصد بکنم با تیمی که دارم. و خیلی کار سختیه که الان با این کارهای حجم‌های زیادی که ما داریم فعلا اونو یکم آرومترش کردیم. یعنی خیلی دیگه اینوستور نمیگیریم چون مارکتمون رفته به یه سمت دیگه‌ای و یه کارهای دیگه بزرگتری داریم انجام میدیم. سرمایه‌گذاری‌ها میدونید چه جوریه؟ مثلا من روی فارکس میام بگم آقا من میخوام اینوست بکنم. وقتی شما اطلاعی نداری، میری پولتو میدی به یه نفر که تو ایران هم این اتفاق افتاده، میره پولشو برمی‌داره میده به یه نفر تو خارج از ایران که اصلا نمیشناسه. میگه آقا مثلا این مبلغو به من بده، من ماهیانه اینقدر سود بهت میدم. خب عزیز من، توی بازار فارکس جای اینوست کردن نیست، جای لحظه‌ای معامله کردن و نوسان سود گرفتنه. اگر کسی میاد مدعی میشه که آقا من خودم پول بگیرم این کارو برات انجام میدم، خب خودش پول نداره این کارو بکنه سود بگیره، یعنی اینقدر درگیر $100 شماست یا میخواد از این $100 به یه پول گنده‌ای برسه، 4 نفر از همون پول بهشون بده، بعد همه پولا رو برداره جواب تو هم نده. خب اینا هست دیگه. یه ذره آدم فکر بکنه بهش میبینه که کار درستی نیست. خب ولی ما جذابتر جای سرمایه‌گذاری داریم، سهام ایرانو داریم. شما میتونی اینوست بکنی، میتونی پولتو توی جای خوب 120% 130% سود داد. خب بله ضرر هم کردیم، توی زمان خودش سقوط هم داشته، ولی خب همین هم میشه مدیریت کرد. اینوست همیشه نیست که هر موقع بگی آقا مثلا اصلا معنای سرمایه‌گذاری طولانی مدته. آقا من بیام بذارم آقا میخوام 2 روز دیگه یه دونه خونه ازش در بیارم که خنده داره. شما پول میذاری توی زمانش. سرمایه‌گذاری طولانی مدت داریم، کوتاه مدت داریم، نوع سرمایه‌گذاری‌ها فرق میکنه، بسته به اونا شما انتخاب میکنی و کارتون رو میبری جلو. من یه آدمی میشناسم تو اینستاگرام، تا 2-3 سال پیش داشت آموزش ادیت میداد، الان 6 ماه داره آموزش کریپتو میده. چجوری میشه که یکی با یه زمینه شغلی دیگه میاد اینوست میکنه؟ ببین فاجعه است دیگه. این فاجعه است. وقتی این فاجعه رو میبینیم دیگه مجبور میشیم بیایم جلوی دوربین یه سری چیزا رو بگیم. مجبور میشیم بیایم بگیم آقا مردم نمیشناسن که. الان فکر میکنم منم همون یه کار دیگه ای داشتم اومدم الان شروع کردم از این ترند استفاده میکنم. نمیدونم. خب ما اون زمانی که ما فارکس کار میکردیم مثلا این بچه‌هایی که الان میلیونی فالوور دارن نبودن. دمشون گرم، من مشکلی ندارم، نوش جونشون. خب بعضیاشون هم دیدم علمشو دارن واقعا، ولی این بازار نبود. الان شاگردای اونا شاگرد تولید میکنن، همونا شروع میکنن دوباره مدرس میشن. اون زمانی که ما فارکس کار می‌کردیم مثلا بازار کریپتو نبود. بعد بازار کریپتو اومد یه حجمه ایجاد کرد، همه شدن تریدر، همه شدن کسایی که مدرسن. میدونی تو همین امروز که من اینجا هم در بارا هم گفتم یه دونه پکیج آموزشی ندادم. زمان خودم تدریسمو خیلی محدود، تعداد محدود میگرفتم حضوری، تریدرها خوب میساختم و هیچ کدومشون هم تا همین الان اجازه آموزش ندادم، چون کنترل شدن تعداد من. و از همونا دقیقاً چون برنامه‌ای که من داشتم پلنم فرق می‌کرد، از همونا تیم ساختم برای مشاور سرمایه‌گذاریایی که داشتیم. همون مسیر منو موفق کرد رسید به یه جایی که یه مارکت بزرگتری مثل آیوژن رو ساختیم و داریم یه کارهای دیگه‌ای می‌کنیم، کارهای قوی‌تر دیگه‌ای می‌کنیم. ولی خب شما باید بدونی با کی داری چی کار می‌کنی، اصلا عقبه یه طرف کیه. یه پول هزینه می‌کنی میدی بهش، میگه آقا بدیم 3 تومن ببینیم این چی میگه، یه 6 تومن بدیم ببین این چی میگه. خب برو بزن تو ماشین حساب ببین شما 100,000 نفرتون دارید این هزینه رو میکنید، اون طرف از کجا میاره اون ماشین رو میخره میندازه زیر پاش، شما فکر میکنید از تریده. ببین از سرمایه گذاری اینوستور پول در میاری اندازه به درست. این ایجاد این سراب برای مردم همه رو میندازه که همه پولاشونو دارن از دست میدن. یه جوری هم راحت نشون میده دیگه اون پول در بود. طرف یه کامنت به من داده توی واتساپ اومده بالا، اصلا وقت نکردم دیگه جوابشو بدم. از بالا تا پایین آموزش آدمایی که دیده رو گفته. من آموزش فلانی دیدم، آموزش فلانی دیدم، پکیج فلانی دیدم، فلانی دیدم، قشنگ میدونم چیه فارکس هم یه مدت هم کار کردم فلان اینا.
شما شرایطت چیه؟ دیگه ما اصلا چی بهش بگیم؟ اصلا هیچی نگفتم بهش. گفتم آقا چی بگم آخه به تو دیگه رفتی همه چی رو دیدی فلان دیدی، الان تمام جاهایی که اونا نتونستن برات پول کنن پولاتو خرج کردی، حالتو گرفتن، میخوای بیا سر من خالی کنی دیگه. من اصلا چی کار دارم به تو؟ من برنامه خودمو دارم، تیم سازی خودمو دارم. تمام بچه‌هایی که تو دوره من بودن اومدن برای خودم دارن کار میکنن، حالا اون اینوستایی که میگیریم و مجموعه دارن روش برنامه‌ریزی میکنن، کار میکنن، انجام میدن. اصلا دنبال دیگه هم اصلا الان فیلد آموزشم فعلا بستم. حالا ولی یه چیزی بگم، بچه‌ها چون حالا یه سری استوری هم میذاشتین از کلاس محدوده، چون هم موقع خیلی تعدادی کمی قبول کردیم، خیلی از بچه‌ها میگفتن که خب ما هم تهران نیستیم، لوکیشنمون دوره، هم مثلا دوست داشتن آنلاین باشه کلاس‌ها یا پکیج باشه، حالا یا آنلاین یا پکیج. برای اونا چیکار کنیم؟ ما اومدیم یه چیزی رو ساختیم از به همین دلیل. ببین چون من از این پکیج وقتی میگم آقا بریم یه دوره آموزشی درست کنم پکیج بسازم، میبینم میام تو ساید همین آدما میگم نمی‌کنم این کارو. من اومدم یه نوآوری ایجاد کردم که اومدم تو گیم آموزش بدم که بچه‌ها بیان هم بازی کنن هم ترید رو یاد بگیرن، که ساختیم پکیج بازیشو. الان این چند وقتی که میره تو حوزه بلاکچین و تو با بلاکچین میاد بالا و مردم میتونن استفاده بکنن. حالا از این ایده های ما هم خیلی استفاده میکنن، همینجور شروع میکنن به ساختن خیلی چیزهای دیگه، ولی اون چیزی که اصولی و سالها روش کار شده وقتی بیاد تو بازار رقیب براش نمیمونه. یعنی یه بازیه که توش آموزش داره. ببین چون یه بازی ایجاد کردیم، هم آموزش میبینی، هم میتونی توش سرمایه گذاری بکنی، هم میتونی توش پول در بیاری، هم میتونی خودتو تست بکنی، هم میتونی سرگرم بشی. ما این برنامه رو ایجاد کردیم. اینم تا زمانی که پخته کامل، الان به MVP هم رسیده، نصبم گرفته. ما تو نمایشگاه اینوتکس هم بودیم دیگه. نصبم گرفته. ولی باید ببینیم دقیقاً اون چیزی که می‌خوایم و میتونیم انتقال بدیم. خب خیلی‌ها به جای اینکه بیان ترید کنن رفتن تو قسمت کافه ما بازی کردن. خب ما باید اونو قشنگ بسازیم که بابا متوجه شی. آفرین. متوجه شی بابا این برای آموزش ساخته شده که تو توش یاد بگیری تریدو. دیگه داریم رایگان همه چی رو در اختیارت میذاریم، داریم حس بازار رو داریم تو اختیارت میذاریم، روانشناسی بازار رو داریم در اختیارت میذاریم. ولی چرا اما حمایت نمیشه؟ بعد یه نفر میاد پکیج هی تو 7 میلیون، هی 14 میلیون، هی پکیج بخر. بعد بیا به من کامنت بده که من همه دوره‌ها رو دیدم الان نمیدونم چیکار کنم. بعد دیگه اگه همه دوره‌ها رو دیدیم اومدی پیش من چیکار؟ بعد کدومتون الان سراغ دارید که یکی از این آدما بگه آقا من این دوره‌ها رو دیدم الان موفقم هستم؟ ولی همچنان مردم دوست دارن وایسن روی اشتباهاتشون و هی میرن سمت این موضوع. بعد الان حرفم بزنی کامنت میذارن که آقا شما میخوای همین کارو بکنی دیگه، تو هم میخوای بیا شروع بکنی، بیا این اصیل برای ما این کارو بکنی. خب ما اگه می‌خواستیم این کارو بکنیم سالا پیش اصلا اینا تو بازار نبودن، اینا اصلا نمی‌دونستن فارکس چیه. اینا اول رفتن ارز دیجیتال یه ذره ترید کردن، ضرراشون کردن، یه چیزی یاد گرفتن، بعد اومدن دیدن ای فارکس هم میتونن تولید این و تولید محتواشون تموم شد، اومدن سمت فارکس. حالا شد برای من مدعی فارکس هم شدن. خب کلا سرمایه گذاری، کلا کار، آموزش، اینا شما باید ببینید عقبه طرف چیه اصلا طرف اصلا خودش چه کاراکتریه، چه 4 تا کار موفق دیگه ای داشته اصلا تو همون مدیا 4 تا کار موفق داشته اومده این کارو بکنه، تو اون ور زده خراب کرده همه چی رو، اومده این ورم 4 نفر دیگه هم با خودش خراب کنه. حالا ولی